ابتدا باید مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که تحت عنوان ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده رو بررسی کنیم. ستاد کل نیروهای مسلح از ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شده است و وزارت دفاع نیز وظیفه برنامه‌ریزی و پشتیبانی از نیروهای نظامی را بر عهده دارد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن 610,000 نفر پرسنل فعال و بیش از 350,000 نفر نیروی ذخیره بزرگترین سازمان نیروهای مسلح در غرب آسیا محسوب می شود. البته در برخی منابع پرسنل فعال نظامی ایران 523,000 نفر، تعداد نفرات ذخیره 1,300,000 نفر و نیروهای شبه نظامی 2,600,000 نفر جمعاً با بیش از 4,500,000 نفر ذکر شده است. که ایران را 11مین کشور بزرگ جهان از جهت تعداد نیروهای فعال، نیروهای ذخیره و نیروهای شبه نظامی ذکر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 به منظور حفاظت و حراست از انقلاب جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن تشکیل شد. رهبر مذهبی ایران و مؤسس جمهوری اسلامی خمینی در دوم اردیبهشت ماه سال 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب رسما تأسیس این نهاد را اعلام کرد و شورای انقلاب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران گامی اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط فرماندهی کل قوا یعنی شخص سید علی خامنه ای انتخاب می شود و جانشین و فرماندهان نیروها و پیشنهاد فرمانده کل سپاه و با تصویب و حکم شخص او انتخاب می شوند. سپاه پاسداران از 4 نیروی سازمانی شامل نیروی زمینی، نیروی هوافضا، نیروی دریایی و نیروی قدس تشکیل می شود و یک سازمان مهم دیگر هم در این لیست قرار می گیره که سعی کردم جداگونه براتون بگم و اونم سازمان بسیج مستضعفینه. در ادامه به معرفی هر نهاد و وظایف آنها می پردازیم، پس با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمترین نیروی زیر مجموعه ارتشه که به عنوان بزرگترین سازمان رسمی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسوب می شود و وظیفه حفظ حاکمیت ارضی و حفاظت از مرزهای کشور ایران را بر عهده دارد. پیشینه شکلگیری نیروی زمینی در ایران به دوران اقوام مادها باز می‌گردد و فرم کنونی نیروی زمینی در قالب یک ارتش کلاسیک در دوره رضاشاه پهلوی تأسیس گردید و در دوران محمد رضا شاه توسعه پیدا کرد و ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش در منطقه لویزان در شمال شرقی تهران مستقره. و اگر به تجهیزات این نهاد نگاهی بیاندازیم، وجود تانک‌های پیشرفته بومی کرار و ذوالفقار، تی 72 شوروی، تانک چیفتن و خانواده تانک‌های پاتون، توپ‌های کششی و خودکششی 155 میلیمتری، ساخت کره شمالی و چین، راکت‌های نازعات و زلزال، دهلاویه و طوفان، ضد بالگرد، دوش پرتاب میثاق، آرپیچی، توپ ضد هوایی، خمپاره اندازهای 60 میلیمتری و تیربارهای سنگین دوشکا و M2 برونینگ و تفنگ انفرادی جسه نمونه‌هایی از تجهیزات مورد استفاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. و اما نیروی هوافضای جمهوری اسلامی شاخه‌ای از سپاه پاسداران است که در سال 1388 با ادغام نیروی هوایی سپاه پاسداران و بخش فضایی به آن تشکیل شد. این سازمان علاوه بر وظایف نیروی هوایی، مأموریت‌های موشکی و فضایی سپاه پاسداران را نیز بر عهده دارد. شهاب 3 موشک میان برد ساخت ایران است. این موشک با کلاهک 1200 کیلوگرمی 1300 کیلومتر برد و با کلاهک 800 کیلوگرمی در حدود 2100 کیلومتر برد دارد. همکنون تولید موشک‌های شهاب 3 متوقف شده، اما در نیروی هوافضای سپاه همچنان عملیاتی و در حال آماده باش هستند. و اما رسیدیم به بخش افتخارات کانالمون. تشکر میکنم از مریم و فرهاد به خاطر کامنت های جذابشون و لطفی که به ما داشتن. و اما مورد بعدی،
هویزه یک موشک کروز میانبرد ایرانی است که توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است. این موشک رادارگریز از خانواده موشک‌های سومار و دارای برد پروازی 1350 کیلومتر است که پس از آزمایش موفق در برد پروازی 1200 کیلومتری به نیروی هوافضای سپاه پاسداران تحویل داده شد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یکی دیگر از 4 نیروی زیر مجموعه ارتش است که مسئولیت حفاظت و نگهبانی از آبهای سرزمین ایران در دریای عمان و دریای خزر را بر عهده دارد. همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در خلیج فارس مستقر می باشد. اساس ناوگان زیردریایی ایران را زیردریایی‌های کوچک تشکیل می دهند. ساخت زیردریایی فاتح یک گام بزرگ در صنعت کشتیسازی ایران بود. پیش از آن در ایران فقط زیردریایی‌های کوچک برای جابجایی غواصان نظامی به کار می‌رفت که سرانجام زیردریایی فاتح در 17 فوریه 2019 رسما رونمایی شد. اژدرهای 533 میلیمتری و موشک‌های کروز از جمله تسلیحات اصلی این زیردریایی بودند. سپاه قدس یکی از نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران است که مسئولیت فعالیت‌های نظامی برون مرزی را بر عهده دارد. این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق تأسیس شد و هدف آن عملیات در خاک عراق بود. برخی منابع نفرات این نیرو را تا 50,000 تن تخمین زدند. فرمانده این نیرو تا 13 دی 1398 قاسم سلیمانی بود که پس از ترور سلیمانی توسط حمله امریکا به فرودگاه بین المللی بغداد از سوی سید علی خامنه‌ای به اسماعیل قاآنی واگذار شد. همچنین این نیرو در پوشش فعالیت‌های فرهنگی هنری در خارج از ایران فعالیت‌های ایذایی و اطلاعاتی دارد و به ساخت فیلم‌های مستند ضد غربی در خارج از ایران نیز می‌پردازد. سازمان بسیج مستضعفین یک سازمان شبه نظامی نهاد اجتماعی با کارکردهای مختلف به ویژه نظامی و زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد. که با هدف ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب جمهوری اسلامی به منظور دفاع از کشور، حفظ نظام و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع زیرربط تشکیل شده است. این نهاد یکی از مهمترین بازوهای قدرت نظامی جمهوری اسلامی به شمار می رود که کار جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری نیروهای داوطلب مردمی را انجام می دهد. و در آخر جالب بدونید که یک وبسایت تخصصی خارجی آماری را در امور نظامی رتبه بندی سالانه قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه در سال 2023 منتشر کرد. وبسایت گلوبال فایر پاور در رتبه بندی سالانه نیروهای نظامی در سطح جهانی و منطقه‌ای بر عوامل متعددی از جمله وضعیت کنونی، توان نظامی، مالی، لوجستیکی و جغرافیایی تکیه دارد و مساحت کشورها و پیشرفت فناوری آنها را نیز در نظر می‌گیرد. طبق رده‌بندی این سایت کشورهای امریکا، روسیه، چین، هند و انگلستان در جایگاه اول تا پنجم جهان قرار گرفتند. همچنین بنابر اعلام این وبسایت و در رده‌بندی جدید وبسایت نظامی گلوبال فایر پاور، ارتش ترکیه در جایگاه نخست قوی ترین ارتش خاورمیانه معرفی شده است و پس از آن ارتش‌های مصر و ایران در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. عربستان سعودی در رده‌بندی جدید قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه رتبه چهارم و رتبه 23 را در آمار جهانی دارد و پس از آن عراق، امارات، سوریه، قطر و یمن قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در رتبه 11 جهان بالاتر از ارتش آلمان، لهستان، اسپانیا، کره شمالی، کانادا، سوئد، هلند و پرتغال قرار دارد. دوستان و همراهان همیشگی ما، به پایان مستند نظامی